آن شما درخواست میکنی هست. اینجا درخواست میکنی، میگی که به قول اون دوستی که تجربه نزدیک به مرگ داشت، گفت اصلا اونجا وارد عالم بعدی که میشی اینطوری نیستش که بخوای مثلا دست به دعا بشی خدایا من دوست دارم برم مثلا نوک اون قله قرار بگیرم. عالم اراده است، میخوای میشه. گفت همون لحظه کوهی مقابلم بود، قله‌ای مقابلم بود و خواستم یه لحظه گفتم میخوام اونجا باشم، ای کاش اونجا بودم. گفت به محض اینکه پلک زدم به اندازه یک چشم به هم زدن همونجا بودم، حضور داشتم. ارواحی، انسان‌های اولیایی که مقاماتی، درجاتی، کراماتی بهشون داده میشه تو همین دنیا، خب به واسطه میگه فرکانس سیاره زمین از سال 2012 این بوده، بعد در سال فلان این شده، در سال 2022 به این عدد رسیده است و فرکانس سیاره زمین رو به افزایش است. انسان ها در حال بیداری هستند و ما در عصر آکواریوسیم، در عصر آگاهیم. خب من میگم ما در عصر ظهوریم. چه اتفاقی باید بیفته که تو بتونی ارتباط برقرار بکنی با ارواح کبیر، با منجی آخر الزمان، با امام زمان، با عیسی مسیح؟ بچه اینا توهم نیستا. ما کاری نداریم با یه سری از آدما که اعتقاد و باوری ندارن. اون آدم تو اون فرکانس هنوز ظهور نکرده، هنوز فکر میکنه آره همینه، منجی در آینه است. بله منجی در آینه است. برو ببین خودت باید به خودت کمک کنی، چون اگه خودت به خودت کمک نکنی هیچکی نمیتونه بهت کمک کنه. پیامبر خدا هم نمیتونه بهت کمک کنه چون تو نمیخوای. این درسته خب، ولی دلیل بر این نیستش که اونا وجود نداشته باشن، این بزرگواران نباشن. خب فرکانس سیاره زمین انقدر باید بالا بره که زمین آمادگی پیدا بکنه برای این اتفاق عظیم. روز موعودی که خیلی ها میان میگن آقا خواهش میکنم در مورد روز موعود بگو، چه جوریه فلانه، چه اتفاقی میفته. داره این اتفاق میفته خب، ولی باید به یه حد نصابی برسه. باید فرکانس سیاره زمین و انسانها به حدی بالا بره که این گنجایش ایجاد بشه، باشه که تو بتونی با کی ارتباط برقرار بکنی، با کیو ببینی. کیو میخوای ببینی؟ با کسی که تمام وجودش اتروبوی خدا رو میده. میگه عمل بیهوده‌ای ندارن، راه میرن، یعنی یه گام اگه به سمت راست برمیداره، اون گام به سمت راست رفته حتما باید به سمت راست میرفت، به سمت چپ نباید میرفت. یه کلمه از دهنش در میاد، اون کلام بر اساس خواست و اراده الله متعال. لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون. سبقت نمیگیره از کلام خدا، سبقت نمیگیره. بعد ما میدونی مثلا من احتمال داره توهم بزنم، مثلا فکر کنم که آره نه من بیدار شدم، من به آگاهی رسیدم، خودم میام تجویز میکنم، حکم میدم، دست میبرم تو همه چیز. نه. اونایی که تمام وجودشون شد تسلیم رضایت خداوند بودن و مطیع پروردگار بودن، به قول ولی الله الاعظم ایشون میگن که مؤمن مثل میتی میمونه که در دستان خداست. میت هیچ اراده‌ای از خودش نداره. خداوند تبارک و تعالی به هر سمتی که بخواد اینو این ور اون ورش میکنه. خیلی سنگینه نه؟ جاری بودن، عشق جاری است. جاری باش، تسلیم باش، پذیرا باش. اینا رو باید بری تو عمقش ببینی یعنی چی جاری باش. جاری باش، قفل نکن، بپذیر. باید بری ببینی داستان کیا جاری بودن، کیا جاری ان واقعا، به معنای واقعی. ارتعاشیه که شما اگر حفظش کنید، اگر تقویتش بکنید، وارد فرکانس اولیاء الله میشید، وارد فرکانس انبیاء الهی میشید، وارد فرکانس امامان معصوم میشید، خوبان، پاکان، ارواح طیبه. و اینا شما رو میتونن به اذن خداوند، طریقشون، راهشون، ارتعاششون، فرکانسشون شما رو میتونه وارد بعد بعدی بکنه. هیچ انسان معمولی دیگه‌ای قادر نیست شما رو از بعد 3 خارج بکنه. و سلام. محال ممکنه شما با مراقبه ساده، با مدیتیشن ساده، با اعمال ساده، با گوش کردن موزیک در فرکانس فلان، در فرکانس بیسار از این داستانا، بری و بعد عوض بکنی، تغییر بعد بدی، وارد عالم ارواح بشی، وارد عالم ماورا بشی، دسترسی پیدا بکنی به ارواح بزرگ، به اولیای الهی، دسترسی پیدا بکنی به اخبار و اطلاعات سری جهان هستی که فقط اینا رو به محارم میدن، به کسایی که محرم اسرار شدن. محال ممکنه
محال ممکنه. سلام میفرستی، اگه دوست داری در ارتعاش قرار بگیری ارتباط اتصال میذاری و این ارتباطات، این اتصالات، این سلام فرستادن ها به تو کمک میکنه، میبرت بالا، ارتعاشتو میبره بالا. علم روحی جدید به ما نشان میدهد که مرگ ابتدای زندگی جدیدی برای انسان است. مرحله مرگ که مرحله عبور جسم فیزیکیه و اینو میذاری و میری به مرحله بعدی، ابتدای زندگیه. زندگی تازه از اون موقع شروع میشه، زندگی که بفهمی، لذتش رو ببری، زندگی که نیروهای به دست آمده از معرفت آن را تغذیه میکند. شما اومدی معرفت کسب بکنی روی زمین، تمام شد و رفت، تمام شد و رفت. اومدی کسب معرفت بکنی و ارتقای درجه. برای کدوم لحظه؟ برای اون لحظه‌ای که میان میگن که بفهمید وقت تمام شده روی زمین، میخوایم بریم. اونایی که زمین رو ترک میکنن و شنیدی که التماس میکنن آقا یه روز دیگه ما برگردیم، میدونی به خاطر چیه؟ برای اینه که کار رو به بهترین شکل انجام ندادن دیگه. کسب معرفت خوب شکل نگرفته، تازه وابستگی هایی هست، تازه بستگی هایی هست، کارماهایی هست که پاک نشده، پاکسازی هایی هست که انجام نشده و دوست داره یه لحظه دیگه برگرده و کار رو تموم بکنه. و تویی که الان اینجایی داری این حرفا رو میشنوی، این فرصت رو داری که بهترین خودت رو روی زمین ارائه بدی. ثابت شده که مرگ یک عمل بسیار ساده و مانند انتقال بیداری به خواب و خواب به بیداری می باشد. جسم نوری ما جانشین جسم فیزیکی ما می شود که حامل عقل ماست. ما در این اواخر به واسطه مدیوم ها دانستیم که دوستان، اقوام و خیشان ما که مرده اند آماده مساعدت و راهنمایی ما در این زندگانی هستند. نه تنها ارواح بلکه جمیع ماوراییون مثبت و الهی آماده مساعدتن. شما همین الان راهنمایانی رو دارید که روی زمین در قالب انسان به شما دارن کمک میکنن و راهنماهایی و ملائک و فرشتگان و ماوراییون مثبت و الهی که برای شما درخواست استغفار میکنن، کمک میکنن، علومی رو میتونن به شما برسونن، میتونن به شما کمک بکنن برای ارتقا پیدا کردن. همین الان خب، و تو تنها کاری که میکنی روی ارتعاشت کار میکنی، روی فرکانست کار میکنی تا این آمادگی برات حاصل بشه. اگه نمیبینی، اگه نمیشنوی، اگه حس نمیکنی، چون توی ارتعاش و فرکانس پایینی هستی و باید این قضیه حل بشه. ایمان داشتن به این که مرگ عبارت است از یک انتقال آسان از این جهان به جهان دیگری که پیشرفته تر از این جهان است بسیار ضروری است. وارد یه جهانی میشه که فوق‌العاده پیشرفته است، فوق‌العاده پیشرفته، فوق‌العاده. توی لایوهای قبلی گفتم دیگه، لایوهای روحی. به آنی شما درخواست میکنی هستی. اینجا درخواست میکنی، میگی که به قول اون دوستی که تجربه نزدیک به مرگ داشت، گفت اصلا اونجا وارد عالم بعدی که میشی اینطوری نیستش که بخوای مثلا دست به دعا بشی خدایا من دوست دارم برم مثلا نوک اون قله قرار بگیرم. عالم اراده است، میخوای میشه. گفت همون لحظه کوهی مقابلم بود، قله‌ای مقابلم بود و خواستم یه لحظه گفتم میخوام اونجا باشم، ای کاش اونجا بودم. به محض اینکه پلک زدم به اندازه یک چشم به هم زدن همونجا بودم، حضور داشتم. خب عزیزانی، ارواحی، انسان‌های اولیایی که مقاماتی، درجاتی، کراماتی بهشون داده میشه تو همین دنیا، خب به واسطه همین علوم عظیم روحیه، به واسطه خروج از شهوات دنیویه، به واسطه بالا رفتن ارتعاشاتشونه و فرکانسی که همخوانی داره با عجایبی که در عالم هستش، به یک بزرگواری طی‌ال ارض داده میشه بدون استفاده از هیچ گونه وسیله نقلیه‌ای، بدون نیاز به هیچ گونه وسیله نقلیه‌ای در هر کجا از این عالم که بخواد حضور پیدا میکنه به اذن خداوند. چرا؟ چون ماهیت جسم تو از انرژی، کالبدات از انرژیه. مثلا جهان انرژیه. میخوای قوانین رو یاد بگیری، روی انرژی، فرکانس و ارتعاش تمرکز میکنی، توجه میکنی، علمتو میبری بالا و به خودت کمک میکنی. انرژیه. توی اون سطح مورد نظر که قرار بگیری، اجازه که صادر بشه به تو داده میشه و تو دسترسی پیدا میکنی به علوم فوق‌العاده پیچیده و پیشرفته‌ای که عوام الناس بهش دسترسی ندارن، بلکه میخندن، بلکه دهنکجی میکنن که باید بکنن، چون اصلا تو فرکانسش نیستن، چون آدم هنوز درگیر یه سری موضوعاتیه که پایین و اصلا نیازی نیست تو بحث بکنی، نیازی نیست توضیح بدی. نه بابا اینجوری نیست، اونجوریه. من بعضی وقتا مثلا یکی دو سه نفری هم میان یه چیزی مینویسن که خیلی خوشایند نیست، اصلا و ابدا توضیح و توجیه و
من درست میگم شما غلط میگی؟ به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. چون آدم اصلا متوجه نمیشه، اصلا متوجه نمیشه. غمناک شدن و اشک ریختن بیش از حد برای مردگان در نزد ارواح کافر شدن به خداوند و رحمت او می باشد، چرا که ولادت زمینی، تولد زمینی شروع رنج و مرگ شروع حیات حقیقی است، انتقال به جهان آخرت و ادامه ماجراهای شگفت‌انگیزی که میتواند ما را به خداوند نزدیکتر کند. به شکرانه حضور خداوند و این آگاهی 7 کامنت شکرگزاری بذارید. کامنت های قشنگتون انشاءالله الله به سوی خدا و برای خدا باشه.